سلام، خواستم در مورد ویدیویی که گذاشتم و اینکه جدیداً اکثر ویدیوها روشون صحبتی نمی‌کنن یه توضیح بدم. یکی اینکه توی بخش توضیحات همون ویدیوها میتونید اطلاعات در مورد اون جایی که ازش ویدیو گرفتم رو ببینید. البته اطلاعاتش کامل نیست، در این حدی که یکم کنجکاوتون کنه و اگر علاقه داشتید برید و خودتون بیشتر در موردش جستجو کنید. و اصلا هدفم هم همینه. دوست ندارم خیلی زیاد حرف بزنم، بیشتر دوست دارم حالا همون اندک مخاطبی که دارم بره بخونه اون چیزا رو و خودش هم یکم جستجو کنه. بعد سعی میکنم که با ویدیوها حالا امیدوارم که کیفیتشون راضیتون کرده باشه، اما خب کل ادیتشون و فیلم برداریشون همش با یه موبایل که البته خب موبایلم خوبه، ولی ببخشید تصویرم اینطوری شد. آره، خواستم همینو بگم و میتونید از اونجا ببینید. فعلا